بسم الله الرحمن الرحیم. امید که همگی خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو قرار است که ما پروژه فاینال وب خود بر شما به معرفی بگیرم و این یک پروژه یا مینی پروژه فاینال بود از طرف استاد ما سید نجم الدین سادات. خب ما در قدم نخست SRS شم است، باز برتان نشان میتونم چون گفته بودن که SRS شم باید باشه. ما فایل اصلی یا مو فایل HTML خود اول رنم، یک بار شما ظاهری وبسایت ببینین، بعد از او باز در قسمت کدش ما برتان تشریحات میتونم. خب اینی ظاهری وبسایت ماست. این وبسایت یک وبسایت چی است؟ یک وبسایت توریستی است برای افغانستان و اگر مرزهای از این بررسی کنیم که این فعلا خب ما بکندش کار نگرفتیم اما فرانت اندش تقریبا خوب است. میبینین بخش نوار مثلا ما بخش هوم داریم، بخش بوک یا بوکینگ داریم که مثلا در 12 ولایت افغانستان که از نگاه تاریخی و توریستی برای جذب گردشگر خوب هستند. در اونجا است پکیج های مثلا داریم که مثلا ما به اعلانات بگذاریم که یا مثلا چند تا ولایت افغانستان در این ما در این تاریخ و در این روز مثلا تخفیف داره برای گردشگرای خارجی. بخش سرویسیز یا خدمات مثل هتل و ترانسپورت و غذاهای محلی افغانستان. بخش گالری اما معمولا در اینجا ولایت های تاریخی افغانستان یا ولایت هایی که پیشنهاد میتیم برای گردشگرای سیاحین که میتونن از این ولایت ها دیدن کنن. در این بخش داریم و در آخر هم بخش اباوت است و لاگین داریم، همچنان گزینه سرچ و جستجو به خاطر داخل از وبسایت و همچنان داریم که حالت دارک و وایت است، دیگه کدام چیز نداره. خوب اینی فعلا ظاهری وبسایت ماست. این صفحه اصلی است. شما میبینید در اینجا مثلا یک بک‌گراندش یک عکس است، خود دیگه کدام چیز خاص نداره. بوک پلیسیس اگر ما هنوز گفتیم که به شکل استاتیک است، جای اسکریپتش کار نکردیم هنوز. خب پایین بیایم ببینیم این بخش بوکینگ است. پلان یور تریپ تو افغانستان، مثلا فول نیم شما، ایمیل آدرس شما رو میگیره، تاریخی که شما قرار رسید بوک کنین و همچنان اگر کدام درخواستی داشتین میشه در اینجا و همچنان بوک نو میتونه که اگر در دیتابیس وصل کنیم میتونه که معلومات بگیره. بخش پکیج است که مثلا دمی روز به روز آپدیت میشه، نظر به روز به روز آپدیت میشه. مثلا به سیاحین اجازه میده که از بین ولایت‌های مشهور افغانستان مثل کابل، بامیان، هرات و ولایت‌هایی که برای سیاحین جذاب هستند اینا را میتونن پکیج‌هایش ببینن و پکیج‌های مناسب خود با اونا بکنن یا خریداری کنن. بخشی دیگه سرویسیس است. اول سرویسیس که مثلا بخش ترانسپورت است و هتل ها است و لوکال تور است و مچم سیفتی و همچنان چی داریم ما بخش منیوهای غذایی و یک گپارا داریم. بخش گالری که بازم ولایت های مشهوری افغانستان است که اگر احیانا توریست ها خواستن در مراحل بعدی میتونن از اینجا درباره هر ولایت افغانستان معلومات پیدا کنن، درباره مردم، نفوس، جاهای دیدنی تاریخیش و همچنان غذاهای محلی میتونن از این بخش گالری هم استفاده کنن. دیگه در بخش اباوت است درباره ما که چطور تراول وبسایت کار میکنه همراه ما. همچنان یک بخش دیگه داریم وای ویزیت افغانستان. خوی معمولا اینجا معرفی خود افغانستان است، چرا از افغانستان شما میتونید دیدن کنید خب به خاطر جاهای تاریخی و سیاحتی. دیگه در بخش آخر بخش کانتکت از است که بازم میتونند مثلا با ما در ارتباط شوند، اما فیدبک ها یا نظرات خود با ایمیل آدرس و مثلا لوکال آدرس ما اینجاست کابل افغانستان میتونن که سند کنن و بخش فیدبک ما است. همچنان در آخر ما یک فوتر داریم
در اینجا هم اینا لینک هستن با بالا و پایین. بازم بخش ناوار ماست، بخش هوم است، شما میبینید بوک ناو است، بخش پکیج است، بازم سرویسیس است، گالری که شما دیدین، اباوت، و این هم بخش لاگین است که از اول یوزر میخواد در این سایت ادمین ها و یوزرها قرار است لاگین کنن، یا مثلا از قبل چی دارن، یا آلردی هنوز اکاونت ندارن میخواین جدید اکاونت بسازن یا میخواین لاگین کنن. خب یعنی وبسایت یک وبسایت هنوز استاتیک است. ما گفتم که فرانت اند از تکمیل است، اما بک اندش هنوز کار نشده. بک اندش و همچنان بک اندش ان شاء الله در مراحل بعدی ما کار نمیره. بعد از او خوبی ظاهر وبسایت بدال ما کدای از رو براتون نشان میتم جدا هر بخشش. اول بخشی خود فایل HTML، خود مین HTML ما براتون نشان میتم شما ببینین. خب ما هر بخش از رو براتون جدا به جدا سیکشن بندی کردیم. شما ببینین اول خوب ضرور نیست این قسمت ها لینک های بوت استرپ و فونت ها و گوگل فونت ها است، همچنان لینکی style.css است. دیگه هر بخش از رو ما براتون میبینین که مثلا نوار سورت، هر بخش نوار خود صفحه اصلی را، فوتر و هیدر، هر کدام از این را براتون لیست کردیم. مثلا نوار از اینجا شروع میشه کار ما، همچنان نوار در اینجا ختم میشه. هوم سیکشن، بخش هوم که ما کار کرده بودیم جدا و جدا را شما میبینین که ما براتون هر قسمت از این جدا و جدا کدش بسیار واضح و خانه است کار کردیم. خب معمولا ظاهر خود وبسایت HTML چندان سختی نداره، چون هنوز با جاوا اسکریپت کار نشده دیگه، بک اندش هم وصل نیست. و همچنان این قسمت شما ببینید دانه و دانه بخش پکیج است، اما ولایت هایی که ما داشتیم. بخشی about as استارت میشه در اینجا، وای ویزیت افغانستان که در آخر بود، و همچنان بخش آخری بخشی فوتر است. این از فایل چی بود؟ از فایل کد اصلی ایندکس داده HTML و مین داده HTML. همچنان در بخش استایلش هم دیگه ما مثلا اینجا سر کل صفحه اول مارجین و پیلینگ چیزایش تصیب، باکس سایزینگ، اینا زیاد مهم نیستن، چون نمیشه که در این ویدیو که ما قرار است 3-4 ساعت ایره طول میکشن. هر بخش از ایره بازم ما که استایل دادیم برش دانه و دانه ایره هم مشخص کردیم که مربوط کدام بخش میشه. مثلا بخش نوار است، هوم است، یا مین بادی است، یا بخش فوتر است. دانه و دانه ایره براتون این قسمت ها رو گرفتیم. باز فایل از ایره ما در قسمت کامنت ها میمانم و ساده میتونه که ایره خوب چک کنه. همچنان در اینجا بخش های فایل های جداگانهش هست. مثلا بخشی خودی لاگین ماست که ما جدا رنگ کنم براتون میبینین. خودی لاگین که بعدا لینک بود با صفحه اصلی، همچنان بخشی رجیستر است که این هم لینک بود دیگه، شما دیدین که چه رقم اینا با هم دیگه وصل هستن. همچنان بخش ایمیجز دیگه جاوا اسکریپت هنوز ما گفتم که استاتیک است، هنوز کار نشده دیگه. بک اندش هم دیگه خوبی بود، یک معرفی بسیار خلاصه از وبسایت ما، وبسایت تراول تو افغانستان، و اسارش هم ما در دسکریپشن ویدیو میگذارم. بسیار تشکر، وقتتان خوش.